여러분 안녕하세요. سلام بچه‌ها. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی و پر انرژی باشین. اومدیم امروز درس دوم داشته باشیم که در مورد حروف بی صدای ساده و ترکیبی هستش. قبل از اینکه با حروف بی صدا آشنا بشیم، باید یه نکته رو بدونیم. اونم اینه که حروف بی صدا با توجه به جایگاه و موقعیتی که قرار میگیرن، ممکنه صدای متفاوتی داشته باشن. این موقعیت‌ها چیا هستن؟ 3 تا موقعیت داریم. موقعیت اول هجا یا کلمه هستش. موقعیت دوم وسط کلمه و موقعیت سوم آخر هجا که بهش میگن پدچیم. به این کلمه که اینجا نوشتم دقت بکنین. این کلمه یه نوع غذای کره‌ای هستش. بیبیمباپ. بیبیمباپ. این حرف پیوب هستش. حرف پیوب که هم صدای پ داره و هم صدای ب داره. بستگی داره که کجا قرار بگیره. اگه توی موقعیت اول یعنی اول هجا یا کلمه قرار بگیره، مثل اینجا صدای پ داره. اول هجا صدای پ داره. ولی اگه وسط کلمه یعنی اولین حرف هجای دوم یا سوم قرار بگیره، صدای ب داره. اینجا صدای ب، اینجا هم صدای ب داره. و آخر هجا یا همون پدچیم هم بازم صدای ب داره. این حرف فقط 2 تا صدا داره، صدای پ و ب. در مورد موقعیت پدچیم یا همون آخر هجا توی یه ویدیوی جدا کامل در موردش صحبت میکنیم. اولین حرفی که از حروف بی صدای ساده یاد میگیریم حرف کیوگ هستش. این حرف اسمش کیوگه. طرز نوشتنش از طرف چپ به راست یه خط صاف و اون رو به سمت پایین ادامه میدیم. حروف بی صدا وقتی که کنار حروف صدادار مختلف قرار میگیرن، طرز نوشتنشون تغییر میکنه. مثلا وقتی که کیوگ کنار حرف صدادار عمودی قرار میگیره، اینطوری نوشته میشه. یکم کشیده به سمت پایین نوشته میشه. ولی وقتی که کنار حرف صدادار افقی مثل او قرار میگیره، اینطوری نسبت به اون کشیده نوشته میشه. صدا چجوریه؟ اول هجا یا کلمه صدای که داره. مثل این کلمه کارو به معنی طول هستش. و وقتی که وسط بیاد صدای گ داره. مثل کلمه بادوم زمینی که میشه کوگوما. اول هجا و کلمه اومده، پس صدای که داره. وقتی که وسط اومده صدای گ گرفته. دومین حرفی که یاد میگیریم حرف نیون هستش. اسم این حرف نیون هست. طرز نوشتنش از بالا به سمت پایین یه خط و دوباره اونو به سمت راست ادامه میدیم. این حرف کلا صدای ن داره و مثل اینجا کلمه درخت نامو و کلمه بعدی نوره به معنی آهنگ یا آواز هستش. اینجا رو میبینید که نیون با او اومده نوشته شده به همدیگه چسبیدن. این به خاطر فونت هستش که به همدیگه چسبیده. شما نباید اینو چسبیده بنویسید. باید اینطور بنویسید. از همدیگه فاصله دارن. یا مثل بالا نیون و بعد البته این باید کشیده تر نوشته بشه. نه. اوکی. حرف بعدیمون حرف تیگت هستش. اسمش تیگت هست. همونطور که اینجا فلش زده، اول یه خط صاف از طرف چپ به راست و دوباره این رو از بالا به پایین میکشیم و سمت راست. ممکنه شما دیده باشین که بعضیا حرف تیگت رو اینطوری بنویسن یا اینطوری بنویسنش. صدای این حرف وقتی که اول هجا یا کلمه بیاد صدای ت داره. مثل کلمه تاری به معنی پا هستش و مثل کلمه تورو که به معنی راه هست. تورو. و کلمه پدا که حرف تیگت وسط کلمه اومده و صدای د داره. پدا به معنی دریا هستش. حرف بعدیمون حرف لیل هستش. لیل. طرز نوشتنش اینجا اینطور نوشته شده ولی من اینطوری نمی نویسمش. معمولا اینطور می نویسم. بعضی ها هم اصلا اینطوری می نویسن یا بعضی ها مثل زد انگلیسی می نویسن. خیلی نباید شبیه زد بشه. باید یه انحنای اینجا داشته باشه. صدای این حرف چجوریه؟ اول هجا یا کلمه بیاد صدای ل داره. بعضی اوقات هم صدای ر میشنوید. مثلا کلمه لمیان
اینجا لیل اول اومده. بعضی میخونن لمیان، بعضی موقع ممکنه شما بشنوید رمیان. به خاطر اینه که تلفظ حرف لیل توی کره‌ای یکم سخت هست و مثل ما نیستش که ل رو خیلی محکم تلفظ بکنن و وسط کلمه میاد صدای ر داره، قطعا صدای ر داره. مثل کلمه نره، نره به معنی کشور هست و کلمه میرو، میرو همونطور که میبینید لیل وسط کلمه اومده و صدای ر داره. حرف بعدیمون حرف میم هستش، میم. اسم این حرف میمه و طرز نوشتنش همونطور که میبینید اینطور نوشته میشه، ولی خب من این روش رو انجام نمیدم و اینطور مینویسم معمولا. درسته هر جور که بنویسید درسته، فقط شکل همین بشه دیگه. میون وقتی که با حرف صدادار عمودی نوشته میشه اینطور کشیده نوشته میشه و وقتی که با او و بقیه حروف صدادار افقی نوشته میشه اینطور نوشته میشه، کشیده تر نسبت به اون حرف نوشته میشه. صدای م داره، مثل کلمه ایمو، ایمو به معنی خاله هستش و کلمه میرو که یاد گرفتیم، میرو. حرف بعدیمون حرف پیوب هستش، پیوب. وقتی که این حرف با حرف صدادار عمودی میاد اینطور نوشته میشه و وقتی که با حرف صدادار افقی میاد اینطور نوشته میشه. اول هجا یا کلمه بیاد صدای پ داره، مثل کلمه پادا که گفتیم به معنی دریا هستش و یا مثل کلمه پورا به معنی رنگ بنفش هستش. و وقتی که وسط یا موقعیت پدچین بیاد صدای ب داره، مثل کلمه پی بیم بب که اول درس یاد گرفتیم. اینجا اول هجا صدای پ داشت و وسط صدای ب، آخرم صدای ب، پی بیم بب. یا مثل کلمه اباجی، اباجی به معنی کلمه پدر هستش، وسط اومده و صدای ب داره. حرف بعدیمون حرف شیوت هستش که صدای س داره، طرز نوشتنش اینطوریه و یه استثنایی که هست اینه که این حرف با حروف صدادار دو دندونه‌ای صدای ش داره. حروف صدادار دو دندونه‌ایمون چیا بودن؟ ما ی رو داشتیم، یا رو داشتیم، این یو رو داشتیم، یو داشتیم و به صورت استثناء حرف ای، مثلا کلمه شیسو، شیسو. همونطور که میبینید شیوت کنار ای صدای ش گرفته ولی کنار او صدای سش رو حفظ کرده، شیسو. یا کلمه شوپامارکت، سوپرمارکت توی کره‌ای میشه شوپامارکت. همونطور که میبینید شیوت کنار یو قرار گرفته و صدای ش گرفته، اما از این ور هم این حروف دو دندونه‌ای صدای یشون رو از دست میدن. مثلا اینجا که گفتیم شوپومارکت این صدای یو حذف شده وگرنه ما میتونستیم بگیم شیوپومارکت. و حرف بعدیمون حرف اینگ هستش، اینگ که یه دایره است و فرقی نمیکنه حالا چجوری نوشته بشه. اول هجا صدا نداره، مثل کلمه ای اینجا صدا نداره ولی وقتی که تو موقعیت پدچین قرار میگیره صدای نگه داره. نگه چیه؟ مثل اینجا کلمه گربه میشه کویانگ ای، کویانگی. حرف بعدیمون چیود هستش، چیود. طرز نوشتنش همونطور که میبینین اینطوری نوشته میشه و اول هجا یا کلمه صدای چه داره، مثل کلمه چوگه، چوگه و وسط کلمه صدای ج داره، مثل کلمه شیر که میشد ساجا، ساجا. حرف بعدیمون حرف چید هستش که صدای چه داره، فقط صدای چه داره، مثل حرف قبلی نوشته میشه فقط یه خط اضافی بالاش داره و کاملا صدای چه داره. خب همونطور که میبینید طرز نوشتنش که اینطوریه و مثال هاشو ببینیم. چیما به معنی دامن هستش، چیما. و کلمه کوچو، کوچو به معنی فلفل هستش. حرف بعدیمون حرف کیوک هستش که فقط و فقط صدای که داره، مثل کیوک نوشته میشه ولی یه خط اضافی وسطش داره. ما بخوایم توی دفترمون بنویسیم مثل این فونت نمی نویسیم، معمولا اینطور می نویسیمش.
همطور که میبینید با حرف صدادار عمودی اینطور نوشته شده و با حرف او اینطور. مثالش رو ببینیم. سکی، سکی به معنی اسکی هستش و کلمه بعدی کو، کو. این حرف کیوگ نسبت به کیوگ یکم صدای کش محکمتر تلفظ میشه، مثل اینجا که گفتیم سکی، یا اینجا کلمه کو، که رو محکمتر تلفظ میکنیم. حرف بعدیمون حرف تیود هستش. تیود طرز نوشتنش اینطوریه، مثل آزمایش بینایی سنجی که دیدین حرف ای اینطوری میذارن سمت راست سمت چپ. این دقیقا هم شکلیه، فقط توی نوشتار ممکنه اینطور هم ببینید که نوشته میشه این حرف. اوکی؟ و کنار حرف صدادار عمودی میبینید که اینطوریه و حرف صدادار افقی اینطوری نوشته میشه. صدای ت داره کاملا، یعنی همه جا صدای ت داره، مثل کلمه توماتو، توماتو و کلمه کیتا، کیتا به معنی گیتار هستش. این حرف کاملا صدای ت داره و اون تش خیلی محکم تلفظ میشه نسبت به حرف تیگد، مثل اینجا که گفتیم توماتو، توماتو، تش رو محکم تلفظ میکنیم. حرف بعدیمون حرف پیوب هستش. پیوب که طرز نوشتنش رو همطور که میبینین اینطوری هست، کاملا صدای پ داره، مثل کلمه پودو، پودو به معنی انگور هست و کلمه پیانو، پیانو به معنی پیانو. حرف بعدیمون حرف هید هستش. هید همیشه صدای ه داره، توی بعضی موقعیت ها خیلی ملیح تلفظ میشه، خیلی محکم تلفظ نمیشه. طرز نوشتنش رو که میبینید اینطوری هست، ممکنه شما این حرف رو اینطوری هم ببینید که نوشته شده. حالا دایره من درست نشد ولی خب اینطور نوشته میشه، اینطور هم نوشته میشه، اینطوری هم نوشته میشه. مثالش رو ببینیم. کلمه هاری، هاری به معنی کمر یا پشت هستش و کلمه هوجو، هوجو به معنی استرالیا هستش. رسیدیم به حروف بی صدای ترکیبی. حروف بی صدای ترکیبی دو تا اسم دیگه هم داره، بهش میگن حروف بی صدای دوگانه یا دوقلو. همونطور که میبینین همون حرف کیوک هستش که دو تا ازش تکرار شده و صدای گ داره. اسم این حرف سنگیوک هستش، سنگیوک. طرز نوشتنش رو که میبینید چطوری هست و مثالش گوری، گوری به معنی دم هستش و کلمه فیل که به کره‌ای میشه کوگیری، کوگیری. حرف بعدیمون حرف سنگ دیگت هستش، سنگ دیگت که طرز نوشتنش همطور که میبینید اینطوریه و ممکنه اینطور هم بنویسیم. من به شخص این رو اینطوری مینویسم و این حرف صدای د داره، مثل کلمه ددا، ددا به معنی شناور بودن و هاریدی، هاریدی به معنی کمربند هستش. یا کلمه دختر هم میشه دل، دل اینطور نوشته میشه، دل. آیه من خیلی بلند شد ولی خب اینطور هست. این حرف سنگ بیوب هستش که مثل پیوب نوشته میشه و دوتا ازش داریم. همونطور که میبینید با حرف صدادار عمودی و افقی اینطور نوشته میشه. همیشه صدای ب داره، مثل کلمه بوری که به معنی ریشه هستش و کلمه بابا که به کره‌ای میشه ابا، ابا. و حرف بعدیمون حرف سنگجید هستش، سنگجید که همیشه صدای ج داره. طرز نوشتنش هم که اینطور هست نوشته شده و اینطور نوشته میشه که واسه من یکم اینجا خطش بلندتر شد. و کلمه ججنگمیون که یه نوع غذای کره‌ای هستش. حرف بعدیمون سنگشیود هستش که دقیقاً تلفظش مثل شیوده، صدای س داره، توی ترکیب با حرف صدادار دو دندونه‌ای به علاوه ای صدای ش میگیره. کلمه سدا به معنی نوشتن هست، سدا. و کلمه شی اینجا سنگشیود با ای ترکیب شده و صدای ش داره، شی به معنی دانه هستش. طرز نوشتنش رو هم که میبینید اینجا
خب رسیدیم به بخش تکلیف. قراره مثل همین جدولی که کشیدم شما هم همین جدول رو بکشین. حروف بی صدای ساده رو یه طرف جدول می نویسید. من فقط 5 تاشو نوشتم، شما باقی حروف ها رو حتما بنویسید و ستون بالا هم حروف صدادار ساده رو می نویسید. از ترکیب حروف بی صدا و حروف صدادار، این ستونی که اینجا نوشتم این رو باید شما پر بکنید. مثل این مثال باقی حروف ها رو هم بنویسید. کیوک با ا میشه ک، کیوک با ی میشه کیا، کیوک با او میشه کا، کیوک با یا میشه کیا، کیوک با ای میشه کی، کیوک با او میشه کو. حتما اینجا یادتون نره اینگ رو هم که نوشتین، ایونگ با ا میشه ا، ایونگ با ی میشه ی، ایونگ با او میشه آ. اینگ هستش، البته من اشتباه تلفظ کردم. اینگ با ای میشه ای. و حروف بی صدای ترکیبی رو هم توی یه جدول جدا می نویسید. مثل اینجا که نوشتم 5 تا هستن. با حروف صدادار ساده‌ای که یاد گرفتیم مثل این بر می نویسید. گا، گیا، گا، گیا، گی، گو، گیو، گو، گیو، گ. درس امروزمون تموم شد. امیدوارم به خوبی متوجه توضیحات شده باشین. اگر هم سوالی داشتین حتما توی کامنت ها ازم بپرسین. لایک و شیر این پست هم یادتون نره. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.